خواهان هستیم. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران و هواداران شبکه کاروان عمر. بر همه شما سلامتی خواهان هستم. با شما هستم ابو مدثر. دوستان عزیز، این موضوع بر هر یک مرد و زنها و هر یک مردم مسلمان تعلق دارد. از شما التماس در زیر نوار لایک مانید برای دیگران هم آگاه شدن و حتما به کانال ما مهمان شدید. کوچه پکیسه رو زیر کنید تا که بیننده های ما زیاد شود. در این جایها فرشته ها نمی شوند. هر یک فرزند آدم به خود 4 فرشته دارد. این فرشته ها در روز و در شب کنار ما می شوند. از این 4 فرشته که گفتیم، 2 تایش ما و شما را از خطر و بلاها و آفتها نگاه می دارد، البته با اذن خداوند متعال، و 2 تای دیگرش عملهای کرده ما را می نویسند. پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند: با شما فرشته های هست که هیچ جدا نمی شوند، اما هنگام شما در حجت خانه باشید و یا اینکه در حالت علاقه جنسی آنها از شما دور می شوند، پس با آنها به حرمتی نکنید گفته تأکید کرده بودند. خداوند بر ما فرشته های رحمت را آفریده است. آنها برای ما هر دائم فایده می رساند، اما بعضا این فرشته ها ما و شما را ترک می کند. با این 10 جایی که نقل میکنیم گفته میدهیم فرشته های رحمت نمی درآیند. یکم، خانه که در آن صورتی یا هیکل باشد. دوم، خمر، یعنی جایی که در آنجا عرق خورده بنشینند. سوم، جایی که قمار بازی میکنند و با قمارخانه ها. چهارم، جایی که در آنجا گناه کرده ایستاده باشند. پنجم، جایی که سگ باشد، خانه‌ای که در داخل خانه سگ را پرورش میکنند، نگاه میکنند، در آنجا نیز فرشته رحمت داخل نمی شود. ششم، خانه‌ای که در آنجا مرد و زن جنوب باشند. هفتم، خانه‌ای که اسباب‌های موسیقی باشد. هشتم، خاندانی که مهمان نمی آید. نهم، به خاندانی که عورت انسان گشوده باشد. دهم، به خانه‌ای که پدر و مادر به حرمتی کرده می شود. و این 10 جایی که نقل کردیم فرشته رحمت نمی درآیند. البته به جایی که فرشته نمی درآید به آنجا شیطان داخل می شود. یکم، به خانه‌ای که فرشته نمی درآید شیطان داخل شده فتنه می اندازد. دوم، به خاندانی که مهمان نمی آید در آنجا فرشته ها در حق این خاندان دعا می کند و اگر به خاندانی که مهمان نیست از دعای فرشته های رحمت مرحوم می شوند. خداوند نگهبان همه ما و شما باشد.